میدونستی بعضی بچه‌ها واقعاً چیزایی رو میبینن که ما نمیبینیم؟ دانشمندا میگن مغز کودک تا حدود 7 سالگی هنوز یاد نگرفته دنیای واقعی رو از تخیل جدا کنه. به همین خاطر بخشایی از مغز که مربوط به درک چهره‌ها و حرکت در سایه‌ها هست بیش فعال میشن. یعنی ممکنه یه حرکت نور یا سایه رو مثل یه موجود واقعی ببینن. اما قسمت عجیبترش چیه؟ در خیلی از موارد چند کودک مختلف تو یه مکان دقیقاً یه چیز مشابه رو دیدن بدون اینکه با هم حرف زده باشن. شاید مغز بچه‌ها هنوز به دنیایی وصل باشه که ما یاد گرفتیم نادیدش بگیریم. تو چی فکر میکنی؟ آیا بچه‌ها فقط خیال پردازن یا واقعاً چیزی میبینن که ما نمیتونیم؟ بنویس تو کامنت. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه رفیق.